اکادمیسیان و نویسکار کرد دکتر آزاد علی لبلژیکا لباجار لوون لسر پرتوکا خویا بناو پاروکرنا کردستان عثمانی نابر هر دو ولات سوری و عراق دا که ناوند رودابیا لیکولینان او چاپ کر و بلاف کر لسر و برهما خویا نو سمینارک پیشکش کر کوملیا هیوی لبلژیکا او سمینار آماده کر. د چارچوبه چالاکین کوملیا هیویا کردی ده لبلژیکا سمینارک چاندی و دیروکی دکتور آزاد احمد علی هاتل دارخستن. التي سيحاضر فيها الدكتور آزاد علي. سمینار درباره پرتوکاوی یا نو یا بناو دابشکرنا کردستان عثمانی د ناوبر هر دو دولت سوریه و عراق ده کج آلیه ناوند روداو آلی کولینان و هاتا چاپ کرن و بلاف کرن. كتاباوي يعني دراسة كي قال كي كورة سر مثلا جغرافية كردستان فتشكي قال كي جرينجاج بل حتى نهض فيها لذا كيم دراسات هات نقل نقول سر كتابة سر فرتوكي تكرن ديفينكو كتابة كيلا رابلاوي اما تشتين ترويجي او تشتين ديروكي ما ديدا نوس كرندار اما هيفين لا دياسبورا لا اوروبا افشالاتي بردوام نفسر التاريخ من زاوية سياسية. د سمینار ده هجمارک روشنبیر سیاستمدار چالاک و کسایتین روندا کرد لباجارن لیوون ای بلژیکای آماده بون. نواروکا پرتوکجی هات شروع وکرن گوتو بش کرن.